از فرهنگ‌های دو زبانه کوشش کنیم که کمتر استفاده کنیم، زیرا که ما هر چقدر از فرهنگ خصوصا کتاب‌های غیر درسی مهارت ریدینگ به ما کمک میکند که تا ما جهانبینی و درک و فهمیش خود ما اگر ما کلمه شاوت رو گوییم که داد زدن میشود یا که بلند فریاد کردن. салом ба ҳама тамошобинони азизи инглишкада. умедворам ки ҳамаи шумо тансиҳату бардам ва хушҳол ҳастед. инак мо барномаи худро бо устоди азиз роҷеъ ба омӯзиши забони англисӣ идома дода барномаи имрӯзии худро reading яъне қисмати хонишро идома медиҳем. пеш аз он ки барномаро оғоз кунем мехоҳам устоз худашонро каме ҳам бошад яъне муаррифӣ намоянд. خب استاد عزیز باری دیگر شما رو خوش آمدید میگم و میخواهم شما خودتون رو با ابونتیون ما معرفی نمایید. تشکر. امروز من جانورد زلفخور هستم، آموزگار زبان انگلیسی با تجربه زیاده از 5 سال و امروز میخواهم با شما درباره مهارت ریدینگ یا که خواندن معلومات دهم. خب تشکر زیاد استاد. بیایید اکنون قسمت ریدینگ رو آغاز میکنیم. خوب استاد، ریدینگ در آموزش زبان انگلیسی چی کمک میکند؟ خصوصا کتاب‌های غیر درسی. مهارت ریدینگ به ما کمک میکند که تا ما جهانبینی و درک و فهمیش خود را داید به این یا آن زبان آموخته شونده افزایش دهیم و باعث میشود که ما در همین زبان مثلا اگر انگلیسی را بگیریم طرز فکرانی ما را وسیع کنیم. اما مثال میارم برای شما، اگر ما کلمه شاوت را گوییم که داد زدن میشود یا که بلند فریاد کردن، اگر این را ما تنها یا که مجرد حفظ کنیم این باعث می شود که ما تنها یک کلمه را آموزیم. و اگر ما کتاب بدیهی را خوانیم و مثلا در اکثر کتاب‌های بدیهی چنین جمله موجود است که don't shout loudly، یعنی که با صدای بلند فریاد مکن یا که داد نزن. این معناش همین است که ما هم کتاب بدیهی را می‌آموزیم و مطالعه می‌کنیم و هم یک عباره را پورا یا که کامل یا یک جمله را پورا یا که کامل فرا می‌گیریم و این باعث میشود که یعنی برتری مهارت ریدینگ در آن است که ما رو میتواند به جایهای برد یا که به سفرهای برد که ما فکری آن را نداشتیم و بهترین همصحبت چون که بزرگان گفتند این کتاب به حساب میرود. تشکر زیاد استاد. سوال دیگر، زبان آموزان ما چگونه میتوانند مهارت خواندن خود را تا اندازه بلند بردارند؟ این وابستگی دارد به آنها اول به ذوق و طبیعت این یا آن شخص که چگونه او کتاب را دوست می‌دارد یا که نه. تحقیقات های امروزه نشان داده است که تمام نسل جوانی که امروز وجود دارد، یعنی که نسل امروزه تا 1 دقیقه میتواند که بخواند و تکنولوژی پیشرفته امروزه با ما امکان میدهد که ما با واسطه آن همه روزه کتاب‌های گوناگون را مطالعه کنیم و برای مهارت خود را خوبتر کردن ما باید اول بیشتر مطالعه کنیم و کوشش کنیم که به فرهنگ مطالعه کنیم و از فرهنگ‌های دو زبانه کوشش کنیم که کمتر استفاده کنیم، زیرا که ما هر چقدر از فرهنگ بیشتر استفاده می‌بریم این برای ما دلگیر کننده و خسته کننده به نظر می‌رسد و ما کوشش کنیم که به مین ایده یا که ایده های اساسی کتاب دقت دهیم و یک چند کلمه رو ترجمه کنیم و دوام دهیم مطالعه من را. وقتی که ما اگر بیشتر به لغت مرور کنیم این باعث می شود که ما خواندن برای ما دل بزن شود و ما از خواندن منصرف شویم. خوب تشکر زیاد. در یک روز چقدر وقت رو ما باید صرف کنیم تا که خواندنمان بهتر؟ چقدر وقت لازم است؟ تشکر. این بستگی دارد به ذوق و طبیعت هر یک شخص. مثلا بهتر است که ما در یک روز حداقل پیوسته برای عادت شدن 20 دقیقه کتاب خوانیم و 20 دقیقه کتاب خواندن ما باعث میشود که ما یا که اقلا 15 دقیقه حداقل خوانیم، این باعث میشود که ما در یک سال 15 کتاب را تمام کنیم. اگر یک ساعت کتاب خوانیم روزانه باعث میشود که ما در طول سال باز 52 کتاب را به اتمام رسانیم که با گذشت 5 سال میشه ما به یک متخصص ورزیده در این یا آن ساحه که ذوق داریم و باز خوبتر است که ما با خط برک یا که نشانه گذاری کتاب را مطالعه کنیم تا که صورت افزایشی ما مطالعه ما تیزتر شود.
خب تشکر زیاد استاد. شما کدام کتاب‌ها رو برای عزیزان انگلیش کده توصیه می‌دهید؟ من برای آنهایی که زبان انگلیسی رو نو آغاز کردن توصیه میدم که وابسته به درجه خود، مثلا بیگینر، استارتر، بیگینر، الیمنتری، پری اینترمدیت و اپی اینترمدیت و ادوانس در کتاب ها رو انتخاب کرده کتاب های بدیهی رو مطالعه کنه و کتاب های بدیهی در تمام کتاب فروشی مثلا شهر رو که در جمهوری وجود دارد که وابسته به درجه پیشنهاد شده است و این چنین توصیه میدم که برای بهتر کردن کتابخوانی خود آنها روزی خود رو به 3 قسمت جدا کنند، کوشش کنند که در یک وقت 3 یا 4 کتاب رو پیوسته خوانند. مثال توانند که یکم کتاب های موتیواسیون یا که انگیزشی را خوانند سحر و دوم در قسمت دوم کتاب های رمان یا که در قسمت دوم کوشش کنند کتاب های بیوگرافی را خوانند و سوم در رمان و کتاب های بدیهی را مطالعه کنند تا که جوامعشون بیشتر وسیع شود. کتاب هایی که من میتونم توصیه دهم مثال برای آموزش زبان انگلیسی میتونند از کتابی The Old Man and the Sea از ارنست همینگوی هست یا که کتابی The Lord of Rings هست. این کتاب های خوب است و همچنین تمامی نوشته کتاب های شکسپیر که وابسته به درجه ها آسان کرده شدند توصیه میدیم. تشکر زیاد استاد. سوال دیگر، مثلا هنگام کتابخوانی خوانندگان دچار میشوند به کلمه های نافهمه، آنها چطور کلمه های نافهمه آن را گرفته جدا کنند و حفظ کنند؟ یعنی از همه راه خوبش کدام است؟ من به آنهایی که زبان آموزی را شروع کردن توصیه میدم که تمام کلمه ها را جستجو نکنند و اگر تمام کلمه ها را جستجو کنند کتاب به آنها دلپسند میشد و آنها کتاب را یک سو میگذارند و نسبت به انگلیسی یا که دیگر زبانی که آموخته می‌شوند نفرت پیدا میکنند. به آنها توصیه میدم که تنها ایده اساسی یا که سرلوحه های کتاب را ترجمه کنند و بعد پیوسته کوشش کنند که با صدای بلند آن را مطالعه کنند و این باعث می شود که آنها در آخری کتاب، یعنی که وقتی که به انتها میرسد به معنای اساسی آن که کوشش کنند که تخمین کنند آن را درک خواهند کرد و معنای اساسی آن را درک خواهند کرد و به معنایش صرفا خواهند رفت. تشکر زیاد استاد عزیز. خوب تماشابینان عزیز، ویدیو ما اینجا با پایان میرسد. امیدوارم که استاد به حد مصلحت‌های خوب دادن تا که سطح ریدینگ خود را یک درجه بالا بردارید. باقی سلامت باشید.